در جایی هستش که باید شکر کنه حتما باید این راش اکتن مسلط بشه. خیلی چیز جالب و قشنگه و از مریضت عقب نمیاد. شاید بخواید مثلا همه کارا رو 1 2 3 همون چیزی که بر اساس الگوریتم می‌بری تا قلب رو واقعا نمی‌بینی، کارکردش رو نمی‌بینی، اون آی بی سی رو نمی‌بینی، اون پریکاردیال افیوژن رو نمی‌بینی، نمی‌تونی جلو بری. خیلی واقعا قشنگه. دستتون در نکنه، خیلی جالبه. واقعا این چیزی بر اساس کیسی که مورد معاینه قرار گرفته، بر اساس شرح حالی که داره میده، بر اساس تا حالا می شده. من چند بارم خدمت شما گفتم واقعا رشته شما نیست که من آزم طب اورژانس بچه‌ها بودن تا حالا اورژانس رو می‌گردوندن. خب الان یه طب اورژانس اطفال چیکار می‌خواد بکنه که تا حالا نشده؟ باید این کارا کنید. شما باید برید سونو بکنید و یاد بگیرید و بگید آقا من یه کار دیگه دارم میکنم، من یه کاری اضافه بر دوستان دارم میکنم. آقای دکتر سلطانی دارم مثلا در مورد سدیشن، حالا بچه‌هایشون داره سدیت میکنه کامل، بچه میخوابه، خوابیده داره فانکشن مایع مثلا بل پیش میکنه، راحت داره بچه بدونه تقلب میده حد سر راحت بدونه هیچ